زفرجان به کارمان چی بود؟ بابی آخه چند جای کار رفتم نیافتم یکان جا که کارا معقول نشید چند جای کار گفتم واسه دیگه بابی معقول نشید. ای زفرجانی به کار که ماندی تلویزیون تماشا داری. خیلی آدم به کار چی کار میکنم؟ آدم به کار باید که بیشتر بخونه. ای تلویزیون تماشا کردن خواندن نوشتن فایده داره برای معنی سر انکشاف میتیه جهان بینی رو وسیع میکنه. دیگه تلویزیون اونقدر میبچه خک میشه. هم نوستی گوش بکنیم بخواد چند جا نگم بزن چی کار؟ مایو زفر جان اینمی راست شبو که اونجای کار بردم تو کو فابریکی روغن براری اونجا چه اکای کار برم دی وای اونجا بابی میدونم جای خرج دخلیش بده نمیگه خب با یه رفیق دیگه هم یه کارخانی دیگه دارم چی دارم خیلی آسیو گندم آرد میکنی من جیگاری رو جرمه میکنی سوس تیار میکنی آرد تیار میکنی خلق همه ایت رازی سری وقت پول میگیری این خوبه میروی اونجا همین خدمت یخشون احمدی نگاه کن دیده شد یه بچه آزادی رحمت با پدر من همین بچه هست میکنم در آسیو کار کنم خم آروالا کرده تمام غیر بابی خدمت دیگه میگه بچه انتلیگنتیم زفر جان من خیلی جای خرج دخلیش نمیشه تازگی باشه خب جای خیلی میکنیم زفر جان اینا ها اینو آسیو نشید نه مسئله بایکا نشید الا چوپانی میکنی برچه ها بزرچه ها وانی میکنی کیفه اصلا دارم میشه نمیشه خب ایشم آخی نمیشه بابی خیلی چوپانی نمیشه بابی نخواه همین من یه بچه که سیمپاتیشی نگاه کن مرا بابی احمقی مرا دیگه زفر جان جایی خیلی میکنیم خودت یک جای کار انتخاب کن بگو تده چی خیلی جای کار مخوله من خیلی کار خودم تده میامم یارم دوستام بسیار خیلی الان گوش کن بابی خیلی جای کار مخوله من یک جای کاری باشه که تازه باشه خب 3-4 ماشینای فسان باشه همین پول باشه خیلی جا باشه من یه بچه سیمپاتیش نیم بابی شید من تده جای کار یافتم الان خیلی جا هست من گفت تو که بابی نگاه کن ماشینای هر خیلی باشه جای تازه باشه هر روز پول باشه همونجا تازه و آزاده همون نمود ماشین باشه شید من تده خیلی جای کار یافتم رهبرش شناسی خدمه تده کاردم میگیره خیلی گفتم بابی که من سیمپاتی نیم الان خیلی جای کار یافتم تو میدونی جای کار کجای نه میدونی که تو کارخانه چیه؟ چیه؟ автомойка!